Beats Music. آباد و زیبا گرداندن پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه مقصد و مرام هر یکی ماست. ما از بالامین اقدام امروز ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان که در حیات بسیار نفره 3000 نفر استادان و دانشجویان دانشگاه ملی امروز برای شنبگی در حدود شهرک دانشجویان و گرد اطراف آن شنبگی دسته‌جمعانه گذرانیده شد. مقصد از گذراندن چنین شنبگی ها این باز هم برای تازه و آزاده نمودن مکان و منظره های زیبای پایتخت عزیزمان که این یک سیمای کشوری عزیز ما را برای جهانیان معرفی میکند. امروز مسئولیت استادان و کارمندان دانشگاه ملی همه روزای شنبه در فارغ از درس دانشجو و همراه دانشجویان در روند برگزار کردن کارهای سازندگی و بنیادکاری و شنبگی ها گذرانیدن سهم خویش را میگذارند و جوانان که امروز کشوری پیشبرنده هستند در این کارهای سازندگی و آبادانی پایتخت عزیزمان که امروز با تلاش و جانبازی های رئیس شهر ما محترم رستم امامعلی تمام آن امکانات و شرایط را فراهم آورده است و مسئولیت امروز هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است، از آن جمله ساکنان پایتخت است که برای تازه و آزاده نگاه داشتن پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه سهم خویش را گذاریم، زیرا که میگویند هر یک نفر باید در خانه خود، جای کار خود و هر جایی که فعالیت میکند اولین درجه باید در آن گرد و اطراف آن را تازه کردن، سهم خویش را گذاشتن باید همیشه فعال باشد. از این لحاظ اقدام‌های دانشگاه ملی همیشه در روند پرتو سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی کشورهای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب امامعلی رحمان همیشه از یک گریبان سر برآورده در آبادی پایتخت عزیزمان سهم می‌گذارد.